سلام، من مجتبی هاشمی هستم. اینجا ویدیوکست خرد ایرانی من همراه با آرش سفری، نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی اینجا هستیم تا با هم تاریخ رو از زوایای پنهان و لایه‌های کمتر شنیده شده بازخوانی کنیم. این سومین قسمت از ویدیوهای بررسی مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه هست و در این قسمت ما به این میپردازیم که نویسنده این مقاله جنجالی چه کسی؟ مقاله‌ای که عنوانش یادآور اون اتحاد مرتجعین سرخ و سیاه یا جریان‌های چپگرا و جریان‌های اسلامی علیه اصلاحات دوره پهلوی هست. اما قبل از ورود به بحث خودمون جا داره که تشکر کنم از خیلی از شما که حمایت کردید از ما و لطف داشتید نسبت به ما و اینکه دو سوال پرتکرار بود در بین مخاطبان. اول اینکه خب سوال کردید اهمیت این برهه تاریخی چیه و دوم اینکه خب اصلا دونستن این مطالب چه دردی رو از امروز ما دوا میکنه. خب ببینید، اگر من بخوام پاسخ خودم رو بگم به این دو سوال، اول اینکه ما در ویدیوی اول مفصل گفتیم از اهمیت رجوع به منابع تاریخی و اهمیت تاریخ در زندگی امروز، ولی این بازخوانی نقاط عطف تاریخی در واقع این امکان رو به ما میده که اعتبار سنجی کنیم اون تاریخ نگاری ایدئولوژیکی که برای ما نوشتن و اون کسانی که با این در واقع تاریخ نگاری خواستن مشروعیت ببخشن به خودشون و اتفاقا امروز مسئول وضعیت کنونی این گروه ها هستن که ما اگر اینها رو نشناسیم که از کجا شروع کردن و چطور این ایدئولوژی اومد و در واقع تاریخ ایران رو این چنین رقم زد و باعث وضعیت کنونی شد، نمیتونیم که مسائل رو درست بسنجیم و نمیتونیم مشکلاتمون رو یک راه حل منطقی براش پیدا کنیم. اونها تاریخ رو در جهت مشروع نشون دادن عملکردشون در گذشته تحریف میکنن و در واقع با این روش میخوان که اون مسیر قضایی قبلشون که در نهایت در جهت نابودی ایرانه ادامه بدن. حالا اگر با ما همراه باشید، ما در این فصل تاریخ سالهای 56 و 57 رو، تاریخ انقلاب اسلامی رو در واقع ورق میزنیم. قبل از اینکه نظرتو بشنویم آرش، اینم بگم که خب خیلی از مخاطبا خواسته بودن که این اسنادی که در این ویدیوها استفاده میشه، چون بعضا جای دیگه‌ای پیدا نمیشد، خواسته بودن که این اسناد رو در اختیارشون بذاریم. این امکان رو فراهم کردیم. در کانال تلگرامی خرد ایرانی دوستان میتونن به این اسناد دسترسی پیدا بکنن. شاید مفید باشه برای دانشجوهای علوم سیاسی و تاریخ. جمع‌آوری این اسناد و این آرشیوی که در واقع این مجموعه‌ای که به اشتراک گذاشته شده حاصل شاید سالها جمع‌آوری مداوم داده‌های مختلف هست و شاید هر جایی به راحتی نتونید اسناد رو پیدا بکنید. خب آرش، نظرت راجع به این دو سوال مخاطبان بگو تا وارد بحث خودمون. من هم درود میگم به همه دوستان. برای اینکه بخوایم بگیم که چرا این واقعه 19 دی برای ما قدر اهمیت داره، باید یه نگاهی بکنیم به تحولاتی که بین سالهای دهه 20 تا دهه 50 اتفاق افتاد. در دهه 20 یک رواج یکباره ادبیات و گفتمان مارکسیستی در جامعه ایران، خب چه در بعد فلسفیش یعنی ماتریالیسمش و چه در بعد ایدئولوژیکش، این نگاهی که اینها دارن به عرصه مبارزه، سیاست، اجتماع، عدالت اجتماعی، اقتصاد و دیگر مقولات، در واقع خطر خیلی جدی برای جریان‌های مذهبی ایجاد میکنه. حالا اسلامگراها هم باید در رقابت با اینها، هم دفاع از خودشون و هم در رقابت با اینها، بیان ایدئولوژی بدیل خودشون رو ارائه کنن، یعنی نگاه‌های خودشون رو به این مقولاتی که در ایدئولوژی مارکسیستی روش تاکید میشه. برای اینکه
این کار رو انجام بدن، شروع میکنن در بین این چند دهه شروع میکنن بخش خیلی مهمی از مفاهیم مارکسیستی رو به درون ایدئولوژی و گفتمان اسلامی کشیدن، یک تفسیر اسلامی ازش ارائه کردن و اصلا مدعی این شدن که اینها از آن ماست. خب مثلا اگر که بر اساس قاعده تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم مارکسیست ها به مذهبی ها مثلا به اسلامی ها میگفتن که شما طرفدار نظام سرمایه‌داری هستید چون مالکیت رو به رسمیت میشناسید، اینا میگن که نه، ما اینطوری نیست، ما قوانینی داریم که نه مثل شما با بی‌اعتبار کردن مالکیت انسانها رو از اون چیزی که مثلا غریزشون هست، طبیعتشون هست دور میکنیم و نه اجازه میدیم مثل نظام سرمایه‌داری مالکیت متراکم در دست یک عده بشه. خب اوایل که مارکسیست‌ها اینا رو جدی نمیگیرن، جریان‌های چپ اینا رو جدی نمیگیرن، اما ما میبینیم که از دهه 50 یواش یواش اتفاقاتی خاص داره میفته، انگار که دیگه چپ‌ها هم دارن مقهور اینها میشن. شما تصور بکنید وقتی که مثلا شما اون دفاعی خسروگل سرخی رو نگاه میکنید که اونجا برمیگرده میگه من بر عدالت اجتماعی رو اول در مکتب اسلام جستم، یا برمیگرده میگه که فلان نمیدونم گفته یا ایده مارکس با فلان نمیدونم حدیث وارده از حالا به تعبیر ایشون مولا علی نزدیکی های بسیاری داره، یا نمیدونم علی اولین سوسیالیست تاریخه. خب دیگه حالا شما ببینید مذهبی ها میگن خب من برای چی برم نمیدونم دنبال مارکس و انگلس و لنین و مائو و استالین، اینا کیان؟ خب امیرالمومنین هستی که متهم ردیف دوم خسرو گلسرخی. سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز می کنم. من که یک مارکسیست لنینیست هستم، برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آنگاه به سوسیالیسم رسیدم. هنگامی که مارکس میگوید در یک جامعه طبقاتی ثروت در سوی انباشته می شود و فقر و گرسنگی و فلاکت در سوی دیگر، در حالی که مولد ثروت طبقه محروم است، و مولا علی میگوید قصری برپا نمی شود مگر آنکه هزاران نفر فقیر گردند، نزدیکی های بسیاری وجود دارد. من این جریان رو به تفصیل در کتابم توضیح دادم، مبتنی بر صدها منبع دست اول، یعنی منابع کتاب‌هایی که نشریاتی که در این دوره خاص یعنی بین سالهای 20 تا انقلاب منتشر شده، اینها رو به تفصیل و دونه دونه تک تک توضیح دادم و اینجا نمیخوام حالا واردش بشم. وقتی که این جریان‌های چپ در مبارزه با حکومت پهلوی توان بسیج نیرو ندارن، مثلا اون نمیدونم جنبش‌های چریکی و مسلحانه و اینهایی که داشتن و قرار بود که مثل موتور کوچک موتور بزرگ جامعه رو روشن کنه به انقلاب بکشونه، موفق نمیشه، اینجا ناگزیر میشن ببینن که چه طیفی از جامعه هست که توان بسیج نیرو داره. این واقعی 19 دی و در واقع اون چهلم هایی که پشت سر هم میاد بیشتر از گذشته توجه اینها رو به این نیرو جلب میکنه. حالا باید بیان و برن پشت اونها قرار بگیرن. اما یک اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه که شما یعنی این جریان های چپ اینها در تمام این سالها گفتن روحانیت نمیدونم مرتجع است، اینها ائتلاف دارن با طبقات فرادست جامعه برای نمیدونم تحت انقیاد در آوردن نیروهای فرودست جامعه و نمیدونم اینها، یا دین افیون توده هاست و همه این مسائل که میگفتن. خب حالا باید چیزی رو توجیه بکنن، حالا میان مفاهیم خاص خودشون رو میآفرینن، یعنی از دل اینها میان میگن که نه، حالا همه روحانیت که اینجوری نیست، لااقل این روحانیت مبارز، اینها روحانیت مترقی هستند. شروع میکنن به خواسته های این طیف از جامعه که با زبان مذهبی بیان داره میشه یک در واقع لعابی بهش بدن که بشه این رو بهتر عرضه کرد. مثلا اگر اونها حمله میکنن، مذهبی ها حمله میکنن به بانک ها، به خاطر اینکه بانک ها ربوی هستن و حرامن از نظر اینها، اینا میگن نگاه کنید این حمله به بانک ها نشون دهنده مبارزه با نظام سرمایه، اعتراض به نظام سرمایه‌داری هست. مثلا اگر
روحانیون، حالا آیت الله خمینی، به خاطر مثلا اعتقادش به نمیدونم قاعده نفی سبیل و اون داستان اسلام و کفر و اینها با آمریکا مخالفت میکنه، اینها برمیگردن میگن این مبارزه ضد امپریالیستیه. حالا من نمیدونم این اسلام و کفر چه ربطی به امپریالیسم به عنوان نمیدونم آخرین مرحله سرمایه‌داری داره. به هر تقدیر، یا اگر که این بحث اسرائیل از نگاه مذهبی و دنباله همون جریانات درگیری مسلمان ها با یهودیان هست، اسلام و یهود هست، اینها شروع میکنن بگن که نه، اینا مبارزه میکنن به عنوان اینکه اینا اسرائیل دست نشانده امپریالیسم در منطقه است. یعنی جنگ اعراب و اسرائیل از نظر مذهبی ها جنگ اسلام و یهوده، ولی اینا تفسیر خودشون ازش ارائه میدن. و در نهایت آیت الله خمینی تبدیل میشه به چی؟ رهبر ضد امپریالیسم مثلا خلقهای ایران. خب حالا این بحثا به چه کار امروز ما میاد؟ ببینید، از این نظر این بحثا مهمه که اخلاف همون جماعتی که تا دیروز تعیین تکلیف میکردن برای جامعه کی شاعر و نویسنده مترقی و ملتزم هست، کی نمیدونم جزو بورژوازی منحط هست، کی عامل امپریالیسم هست، کی عروسک فرنگی هست، همون کسانی که در واقع در دهه 40 50 60 لیبرال رو تبدیل کرده بودن به فحش، همونها هم امروز این انحصار نامگذاری رو صرفا برای خودشون قائلن، چه در عرصه آکادمیک چه در عرصه عمومی. شما در نظر بگیرید در عرصه آکادمی مثلا درباره یک موضوع خاص تاریخی، مثلا فرد یا شخصیتی، مثلا مثل جنبش ملی شدن نفت و دکتر مصدق، ببینید باز هم اینا تعیین میکنن که شما اگر میخواهید سخن بگویید چه باید بگویید. باید فقط همون کلیشه های تکراری، همون مکرراتی که در طول 50 سال 60 سال ساختن رو یا تکرار میکنید، یا اگر تکرار نکنید شما بی سوادید، شما مثلا صلاحیت صحبت کردن در این موضوع رو ندارید، شما حق ندارید خوانش دیگری ارائه بکنید از این داستان. یا در عرصه عمومی ببینید مردم مثلا بلند میشن میرن پاسارگاد، حالا روز کوروش، مردم شاهنامه میخونن، فردوسی میخونن، اینا چی میشن؟ چی میگن؟ فریاد برمیارن که بله این فاشیسم هست، این شوونیسم هست، این نژاد پرستیه. یا شما برید در اون داستان مشهور که حالا یک خواننده موسیقی پاپ که بیماری خاصی که امروز اکثر خانواده های ایرانی هم درگیرش هستن به نوعی، به احساس عواطفی برمیانگیزه و میرن تشییع جنازش. ایمان و امان به سرعت برق میرفت که مؤمنین رسیدن. جامعه شناس ما سر میرسه، صدای پای پوپولیسم رو از این میشنوه که چرا مردم ابلهن باید به مردم توهین کرد. مردمی که میرن اینجور موسیقی مبتذل پاپ رو گوش میدن به جای اینکه بتهوون گوش بدن، به جای اینکه موتسارت گوش بدن. اینا چیه که شما گوش میدید؟ شما چرا میرید تشییع جنازه فلان نمیدونم هنرمند نمیدونم چی؟ چرا فلان روشنفکر وقتی که میمیره شما نمیدونم تشییع جنازش نمیرید؟ ببینید چه حافظ با شعر فلان کسک که توی نمیدونم فلان نمیدونم اینترنت رو منتشر میشه، این که فکر میکنید شما که ایران زیاده به معنای نیست که همون باشه است. من بهتر برن یاد بگیرم، بهتر برن یاد بگیرم که تا تصدیل چنین ابتذال‌هایی نشد. بسیار خوشحالم که دارم توضیح میدم، برای اینکه این ملت نشون داده که باید بهش توحید بشه تا من بره بفهمه که ببینید شما نمیتونید هم به این آقا گوش بدید هم به بتهوون گوش بدید، مگر تصمیم بگیرید بفهمید. افرادی هستن کم سن و سال‌تر از شما که به شروینبرگ گوش میدن، که به موتسارت گوش میدن. نسل چیه؟ وقتی شما اجازه بفرمایید امثال شما خفه کردین به مدت یک ماه 2 ماه همه رو خفه کردین. افرادی کم سن و سال‌تر از شما دارن موتسارت گوش میدن، دارن بتهوون گوش میدن، دارن نمیدونم چی گوش میدن. خواننده نسل من کاملا این ایده این که گویا کسانی که معلومه من نماینده مردم نیستم، شما نماینده مردم، من همین کسی هم که دارم میگم این مردم ابلهن. معلومه من نماینده مردم نیستم. چه کسی گفته من نماینده مردمم؟ ببینید
یعنی نه تنها که برای ما تعیین میخوان بکنن همچنان که ما چی گوش بدیم، چی بگیم، چی فکر بکنیم، نه تنها اینا رو برای خودشون قائلن، توهین هم به ما میکنن. شما ببینید الان چقدر راحت مثلا واقعا القاب و عناوین تحقیرآمیز و توهین‌آمیز رو به خطاب به یک جریان سیاسی خاص که در رقابت با اینها، چه در عرصه گفتمانی و چه در عرصه سیاسی در رقابت با اینها قرار داره، به کار میبرن. شاه اللهی ان اینا، نمیدونم شاه اللهی ان، حالا الفاظ دیگه هم هست نمیخوام به کار ببرم. حالا چه اتفاقی افتاده؟ هیچ. اولین بار در تاریخ مردم که تا امروز یا حاکمان به جاشون صحبت میکردن یا روشنفکران و نمیدونم نویسندگان و شاعران و اینها صحبت میکردن، اولین بار تریبون پیدا کردن در فضای مجازی و خودشون دارن صحبت میکنن. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اندک اندک جمع مستان میرسن. امروز دیگه هر کسی که برای خودش نمیدونم خودش رو در قامت روشنفکری میبینه باید بیاد بشینه و خطر فاشیسم رو هشدار بده. چند وقت پیش بود، 7 ماه پیش بود که من میخوندم اون یه جماعتی از روشنفکران مترقی و نمیدونم آزادیخواه، حالا به تلویح و تشریح در خود بیانیه‌شون هست اصطلاحی که به کار میبرن، پیشگامان تمامی مبارزات دموکراتیک یک قرن اخیر، احساس خطر میکنن برای جنبش دموکراتیک مردم و فاشیسم زبانی که مقدمه یک دستگاه جهنمی سرکوبه. خب حالا این فاشیسم زبانی چی هست؟ ببینید، فاشیسم زبانی یعنی که مردم، توده مردم مثل آقایون که با اون ژست های نمیدونم فیلسوف بحرالعلوم و حکیم نمیدونم جامع الاطراف و ادیب عدیم المثال که نمیان تو فضای عمومی، که با همون ادبیاتی که در کوچه و خیابان و تاکسی و مغازه باهاش صحبت میکنن که بله رکیک هم هست، ناسزا هم هست درش، با همون وارد فضای مجازی میشن، همون ادبیات رو میارن وارد فضای مجازی میکنن. خب اینجاست که اینا باش مشکل دارن. چرا؟ چون اینها رو در واقع در برابر این جماعت روشنفکری دارن به کار میبرن. اینجا اینا صدای پای فاشیسم رو میشنون. ببینید، در نظریات مربوط به زبانشناسی، گفتمان و اینها ما یک تمایزی داریم بین ناسزا و دشنام در مقام یک مقاومت احساسی و گفتاری و کنش زبانی که سوژه ساز، هویت ساز، پیامد سیاسی اجتماعی داره. برای اینکه بخوام توضیح بدم، مثلا یه مثال وقتی که شما عصبانی هستی در مجادله با یه فردی، بهش میگی دیوانه، خب توهین میکنی، داره ناسزا میگی، درسته، اما اون فرد که تبدیل به دیوانه نمیشه، هویت دیوانگی بر او چیز نمیشه که. اما یه وقت هست در نظام دانش قدرت که روانشناس روانپزشک جایگاه خاصی داره، حالا میاد و میگه که این فرد دیوانه هست. وقتی که این رو داره میگه، دیگه هویت دیوانگی داره به او اطلاق میشه، او دیگه سلامت ازش سلب میشه، این اختلال روانی داره و بالقوه امکان این رو داره که در واقع خطری برای خودش، جامعه، خانوادهش باشه. حالا ببرید دورش کنید، ببریدش تیمارستان. وقتی روشنفکر ما، نویسنده ما، نمیدونم استاد علوم سیاسی، جامعه شناس ما میاد به کسانی که در برابر تحقیر و در برابر سرکوب هیچ ابزار دیگه‌ای ندارن، فقط فحش میدن، ناسزا میگن، به اینها برمیگرده میگه فاشیست، در واقع چه اتفاقی میفته؟ در همون لحظه امر سیاسی مختل میشه. شما جماعتی از افراد جامعه رو داری از حقوق شهروندی، از حیثیت انسانی توهین میکنی، اینها رو از دایره گفتگو، عقلانیت، مشارکت سیاسی میرونیشون به کنار، به حاشیه و به حیات برهنه. در واقع شما داری یه گفتمانی رو داری تولید میکنی که یک انسان دردمندی که از سر ناچاری داره ناسزا میگه تبدیل میشه به فاشیست، خطری برای جامعه، تهدیدی برای جامعه. و وقتی تو تبدیلش میکنی به این، حالا توجیه میکنی کاربرد هر گونه خشونت فیزیکی و نمادین علیه اون رو و این امکان رو، این مشروعیت رو به حاکمیت میدی که اون رو سرکوب بکنه. کما اینکه میبینیم مثالش هم میشه گفت اون آقایی که 50 سال سابقه گرایش‌های کمونیستی داره، تو بیوگرافی خودش هم نوشته، بذارید من از رو بخونم، روشنفکر چپ
عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و مترجم آثار پیشرو، همین آقا میاد استوری میذاره و چی میگه؟ میگه با فاشیست سلطنت طلب بحث نکن، سر کثیفش را، با همین اصطلاح، سر کثیفش را به اولین سنگ فرش آشنا کن. خودش که زورش نمیرسه که همچین کاری بکنه، ولی حاکمیت واسش این کار رو میکنه. جامعه این رو میفهمه که بین شما روشنفکران، طیفی از روشنفکران، و بین حاکمیت که هر دوتا دارید قدرتتون، مشروعیتتون، نفوذتون رو در بین مردم از دست میدید، یک ائتلافی، حالا نوشته یا نانوشته، وجود داره. یکی شمشیر رو تیز میکنه، یکی دیگه شمشیر رو بر گردن مخالفان فرود میاره. به خاطر همینه که وقتی اینها میان وارد خیابون، معترضان وارد خیابون میشن، حتی در دانشگاه‌های ما، خب بالاخره میگیم نخبه ترین دانشجوهای ما امروز در دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر و صنعتی شریف هستن. اونها وقتی اعتراض میکنن، اسافل اعضای خودشون رو حواله به حاکمیت میکنن. همونها وقتی که وارد فضای مجازی میشن به شماها دشنام میدن. داستان اینه. حالا من اصلا نمیدونم این اصطلاح فاشیسم زبانی رو چه کسی اختراع کرد، چون ندیدم، دست کم من ندیده بودم قبلا. ولی خب اگر مثلا به معنای این استفاده زبان برای تحمیل عقیده تعبیرش بکنیم، این کاریه که جمهوری اسلامی سالهاست داره انجام میده دیگه. همون انکایی که میزنن تا کسی انتقاد میکنه توهین مقدسات کردی، ضد انقلابی، لیبرالی، زشترین الفاظ جنسی رو در قبال هموطنانشون، قشری از جامعه که نمیخواد حجاب تحمیلی رو تن بهش بده، استفاده میکنن. و نزدیک به 5 دهه است که اینها، 46 ساله که اینها همین روش ها رو دارن استفاده میکنن و در نهایت مردمی که دیگه جونشون به لبشون رسیده، وقتی میان توی فضای مجازی حالا فحاشی هم میکنن، خیلی چیز عجیبی نیست، ولی بعضی از آقایون صدای پای فاشیست رو میشنون و هشدار میدن. بگذریم از این موضوع. خب حالا آرش بگو که بالاخره نویسنده این مقاله جنجالی ایران و استعمار سرخ و سیاه کی بود؟ پیش از اینکه بپردازیم به نویسنده این نامه، من یه اشاره، البته احتمالاً در گذشتن بهش اشاره کردیم، که در چه بستری نامه منتشر میشه. یعنی بعد از فوت فرزند ارشد آیت الله خمینی در 1 آذر سال 56 که اسم آقای خمینی مجددا در عرصه عمومی مطرح میشه، چون بین سالهایی که ایشون تبعید شده بود به نجف و این مقطع خیلی در واقع بین توده مردم و اینها بحثی از ایشون مطرح نبود. حالا مثلا طرفدارانی بین طلبه ها و روحانیون سیاسی داشت، در بین جریان های مذهبی بازاری مثل اون هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و اینها داشت، اما به هر حال توده مردم خیلی بحثی از ایشون مطرح نمی‌کردن. وقتی که فرزند ایشون فوت میکنه، به همون روال انقلابی ها که تو یه آدم معروفی میمرد، مثلا تختی خودکشی کرد یا صمد بهرنگی غرق شد، جلال آل احمد فوت شد و همین چند وقت قبلتر از این داستان هم شریعتی فوت شده بود و همه رو میگفتن که شاه کشته، حکومت پهلوی کشته، ساواک کشت. اینجا هم تبلیغات خیلی گسترده شروع میشه که بله پسر آقای خمینی رو هم، یعنی آیت الله مصطفی خمینی رو هم ساواک کشته. خب اینجا یه در واقع تحرکاتی رو بین هواداران ایشون ما شاهد هستیم. مثلا یک نکته‌ای که کمتر بهش توجه شده، مقاله‌ای هست که در صفحه اول روزنامه آفتاب شرق که در خراسان منتشر میشد، خب مشهد شهر مذهبی و اینها، که به طرفداران آیت الله خمینی به عنوان جوانانی که نمیدونم فریب خوردن، اراذل و اوباش، خطاب به خود شخص آیت الله خمینی با یه الفاظ خیلی تندی، مثلا نمیدونم خارجی زاده‌ای که خودش در یک گوشه‌ای در یک کنجی مثلا نشسته، وسایل راحت و طربش فراهمه و جوانان رو فریب میده و همون اصطلاح هندی رو دوباره براشون به کار برد و اینها منتشر شده بود. آرش این مقاله آفتاب شرق چون خیلی هم ما سخت به دستش آوردیم، بذار که بخشایی از این نامه رو بخونیم، به نظرم جالبه. بله اگه بخونی متنش مهمه، چون اصلا خیلی کم دیده شده. خب در مقاله‌ای که با عنوان راز از پرده برون افتاد،
روزنامه آفتاب شرق خطاب به هواداران آیت الله خمینی می‌نویسه، میگه که این جوانان که به صورتی از گروه اراذل و اوباش در آمدند به نام مرد بیگانه‌ای چون خمینی هندی که سالهاست از این کشور نفی بلد شده و به خارجیان پیوسته است شعار میدن و اعلامیه پخش میکنن و برای او تجلیل میکنن. یا در ادامه میگه که کاروان انقلاب در بستر زمان نمیتواند متوقف بماند. اینجا منظورش همون انقلاب سفید شاه و مردمه. و به هیاهوی اوعوی سگانی توجه کند که فریب کسانی را خوردند که نسل اندر نسل خارجی بودند و از کشور بیگانه برای مأموریت‌های سیاسی خاصی یک چند به کشور آمدند و رحل اقامت افکندند و چون کار انقلاب به راه افتاد و مه نور فشاند، اینان چون خفاش‌هایی که تاب تحمل نور و روشنایی را ندارند ناچار به مقاومت اندوهبار و رذیلانه‌ای شدند که در همان لحظه این مقاومت آنان در 15 خرداد 2522 شاهنشاهی خفه شد. البته اینجا تاریخ شاهنشاهیه ولی میدونیم منظورش همون 15 خرداد 1342 هست. این نامه خیلی تندتره حتی از اون مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه. و البته هواداره آیت الله خمینی هم 9 بهمن میریزن به چاپخونه روزنامه آفتاب شرق و اونجا رو آتیش میزنن. خب حالا آرش بگو که بالاخره نویسنده این مقاله جنجالی ایران و استعمار سرخ و سیاه کی بوده؟ خب برسیم به خود نویسنده این مقاله نامه ایران و استعمار سرخ و سیاه. ببینید از همون اول خب گمان زنی هایی بود در رابطه با اینکه اینو کی نوشته. بعضیا میگفتن کار ساواک هست، اهالی مطبوعات بعضیا میگفتن کار ساواک هست که خب خیلی بعیده، یعنی تقریبا امروز میتونیم به قطع بگیم که اینطوری نبوده. برای اینکه در اسناد ساواک حتی جاهایی داریم که کارشناسان ساواک میان اعلام میکنن که خب مثلا این الان در این شرایط این چه کار اشتباهی بوده انجام داده، این چه نسبتی با اوضاع روز داره. یا کارشناس دیگری مثلا میگه خب اگه میخوایم هم چیزی بنویسید با دقت بیشتری باید نوشته بشه و تهیه بشه. در سال بعد از انتشار مقاله، اون زمانی که دیگه به هر حال اوضاع مملکت داره میریزه به هم، در 8 شهریور سال 57 آقای حیدری که اون موقع ناظر صفحات داخلی روزنامه اطلاعات بود یه مقاله‌ای می‌نویسه که مثلا توضیح بده که ما گناهی نداشتیم اگر این مطلب منتشر شد و اینها، و اونجا میگه که خب به ما تحمیل کردن و اصلا درسته که نشریات دیگه همین رو منتشر کردن اما میخواستن که روزنامه اطلاعات اینو منتشر کنه برای که روزنامه اطلاعات رو تخریب بکنن. ما میدونیم که نشریات دیگر هم این مطلب رو چاپ کردن. مثلا روزنامه آیندگان در 20 دی 56 یه مقاله چاپ میکنه با عنوان چهره‌های استعمار سرخ و سیاه در ایران. خب مطلبش به شدت در واقع چیز شده است، اصلا تعدیل شده است. اون بخشی که مربوط به آقای خمینی هست هم همینطوره، یعنی میگه که مثلا روحانیت استعمار سرخ و سیاه از اینکه بتونه جلب نظر طبقه روحانیت و علمای اعلام و مراجع و اینها رو جلب بکنه، ناامید که میشه میره سراغ کسایی که جویای نام و نشان بودند و بعد آقای روح الله خمینی از جمله اینها بود. هیچ تردیدی وجود نداره که نهادهای حکومتی در نوشتن این نامه دخیل بودن، اما این سوال وجود داره که آیا روزنامه اطلاعات هم میتونست مثل روزنامه آیندگان متن رو تعدیل بکنه یا اینکه خب به هر حال پذیرفتن و منتشرش کردن. چند روز بعد از پیروزی انقلاب در 29 بهمن 57 هم آقای احمد احرار که خب جزو هیئت تحریریه روزنامه اطلاعات بود و داستان نویس مشهوری هم بود، او هم یک مقاله منتشر میکنه با عنوان اینکه احمد رشیدی مطلق شخص شاه بود. البته خب نمیخواد بگه که شاه خودش نوشت، بلکه میخواد بگه که دستور مستقیم داد، خودش نظارت کرد و این مطلب در دفتر آقای هویدا تهیه شد. آقای احرار در این مقاله میگه که 2 تا از نویسندگان که یکیشون برای شاه گاهی وقتا نطق مینوشت و اینها
با همکاری یکی از مشاوران هویدا مطلب رو تهیه کردن. هویدا هم بلافاصله به نظر شاه رسوند و شاه هم تایید. یک خبر دیگه‌ای که در رابطه با نویسنده این مطلب منتشر میشه در 20 اسفند هست که به نقل از محمود جعفریان میگه که نویسنده مقاله علیه آیت الله خمینی پرویز نیکخواه هست. حالا این آقای جعفریان کیه؟ آقای جعفریان در دوره پهلوی معاون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بوده و خودش سابقه عضویت در سازمان افسران حزب توده داره. زندانی میشه، اونجا اظهار پشیمانی میکنه و بعد جذب بوروکراسی حکومت پهلوی و به این جایگاه هم میرسه. پرویز نیکخواه همینه، عضو کنفدراسیون بوده و بعد جزء سازمان انقلابی حزب توده، یعنی گروه انشابی از حزب توده که گرایشات مائویستی پیدا میکنن بوده و متهم هست که در ترور شاه در سال 1344 هم دست داره. او هم زندانی میشه، اونجا اظهار پشیمانی میکنه و بعد جذب همین دستگاه حکومتی میشه، یعنی رادیو تلویزیون. ببینید نکته خیلی مهمی است. این اتفاق خیلی، ما موارد بسیار زیادی داریم که مبارزانی که علیه حکومت پهلوی بودن و تو دست به اسلحه برده بودن، وقتی که اظهار پشیمانی میکنن، البته یک کسی رو نکشته باشن، اگر اظهار پشیمانی میکردن میتونستن که بیان بیرون و حالا یا جذب، مثلا اگه درس میخوندن درسشون رو ادامه بدن، یا جذب فعالیت‌های اقتصادی بشن، یا جذب بوروکراسی حکومتی بشن و جایگاه‌های بالایی برسن. این اسمی که در اینجا اومده، یعنی پرویز نیکخواه که داره میگه، این یک اشتباهی هست که در اون دوره گفته شده. یعنی آقای جعفریان احتمالاً میگه فرهاد نیکوخواه، میگه مثلا نویسنده نیکوخواه بوده، ولی اینها می نویسن پرویز نیکخواه. حالا من نمیدونم بنده خدا رو به این جرم محاکمش هم کردن یا نکردن، در صورتی که پرویز نیکخواه دست نداشته در این داستان. اون مشاور مطبوعاتی یا معاون مطبوعاتی که احمد احرار در مقالش بهش اشاره میکنه که میگه که مشاور هویدا کمک کرده به این نویسنده ها، اون اسمش امروز ما میدونیم فرهاد نیکوخواه هست، نه پرویز نیکخواه. فرهاد نیکوخواه بوده که اون موقعی که آقای هویدا وزیر دربار هست، ایشون معاون یا مشاور مطبوعاتیش هست. خب تا سالها نمیدونستیم که نویسنده اصلی کیه، اما بعد از فوت ایشون هست که داریوش همایون که خب در سال 56 وزیر اطلاعات و جهانگردی بود و آقای مهدی قاسمی، اسم کاملشون مهدی برادران قاسمیه، که خب مسئولیت‌هایی داشت، از جمله سردبیر نشریه اندیشه‌های رستاخیز بود و احتمالاً اون فرد دومی هست که احمد احرارم در خاطرات در اون مقاله ازش یاد میکنه، میان و دانسته های خودشون رو در این رابطه میگن. یکی از کارهای این دفتر مطبوعاتی همین بود، تهیه اینجور مطالب بود در دوره نخست وزیری. هویدا خب آشنا بود با این وضع، دستور داد مسئول اون دفتر هم مثل معمول که میداد به این چند تا روزنامه‌نگاری که باشون آشنا شده بود، از قدیم و کار میکردن. حالا چون مرده است میگویم نامش رو، به یکی از روزنامه‌نگار قدیمی به نام علی شعبانی که لابد قبلا هم از این مأموریت‌ها بهش میدادن، به او گفت که مقاله بنویسد. من با هویدا آشنایی قدیم‌تر داشتم و عرض کنم که او گاهی مطالبی رو که میخواست سخنرانی بکنه یا بنویسه به من رجوع میکرد و از من کمک میگرفت. من تلفن کردم، هویدا گفت پاشو هر چه زودتر خودت برس. اون موقع هویدا وزیر دربار بود. من که وارد شدم در اونجا عرض کنم شخص دیگری هم بود، در بود فقط یک نفر، البته اسمش معروف آقای فرهاد نیکوخواه. این آقای فرهاد نیکوخواه به مدتی معاون وزارت اطلاعات جهانگردی بود، به مدتی هم دوست وزیر دربار سابق بود، عرض کنم که و بعد آمده بود به عنوان رابط مطبوعاتی با هویدا کار میکرد. ما اونجا که وارد شدیم، هویدا یک 10-12 صفحه کاغذی که ماشین شده بود به من داد، گفت این رو بخون نظرت بده. و طبق روال قدیم وقتی من پس دادم مقاله رو به هویدا داد به آقای فلان
که آقا برو بهش تلفن کن که هرچی زودتر بیاد اینو درست میکنه. این گوشی رو برداشت. حالا من گوشم هم بیش کسی هم نیست. علی هرچی زودتر خودتو برسون. من حالا فهمیدم که آقا این نویسنده اسمش علی بوده. آمد تو از اون دالان، آمد تو رو به هویدا، گفت من به شعبانی گفتم که هرچی زودتر برسه. من فهمیدم نویسنده علی شعبانی. خب امروز به قطع میدونیم که نویسنده این مطلب، نویسنده اصلیش کسی بوده به اسم علی شعبانی. هرچند میگم اینی که یک کسی در خاطراتش چیزی بگه به صرف این که یک کسی یه چیزی گفت این سند نمیشه برای ما، یعنی باید اینو خیلی انتقادی بهش نگاه کنیم، با شواهد دیگه بسنجیم. به خاطر اینکه من هم جستجو کردم در رابطه با علی شعبانی در فضای مجازی اینها خیلی داده های کمی وجود داره، اما من رد اولین نوشته های ایشون رو در نشریه خواندنی ها پیدا کردم. ایشون در دهه 30 در نشریه معروف خواندنی ها مقالاتی می نوشت با عنوان اینکه اسراری که برای نخستین بار فاش می شود. فکر کنم 13 شماره است از مهر 1332 که اونجا یه ادعاهای خیلی عجیب غریبی میکنه، مثلا که درباره خودش که معرفی میکنه، میگه که من عضو مأمور تبلیغات سازمان جوانان حزب توده بودم در مازندران و چون ارتش سرخ شوروی هم در اون زمان در مازندران بود، خب حزب توده حامی حزب توده بود دیگه، حزب توده هم خیلی نفوذ داشت و اونا هم میخواستن که در واقع در مازندران هم مثل داستان خلق آذربایجان و اون داستان‌ها و اعلام خودمختاری بکنن. و درباره نفوذ حزب توده در شهر قائمشهر که اون موقع شاهی بهش میگفتن و به خاطر اینکه رضا شاه هم میدونید که اونجا اون کارخانه نساجی و اینها ساخته بود، خب فضای کارگری خیلی قوی بود در اونجا. این میگه که در اون دوره اصلا کل شهر، یعنی شهر شاهی، توسط حزب توده اداره میشده و یه اشاره میکنه که بچه‌های شیرخواره بعد از یاد گرفتن اسم مامان باباهاشون سرود دلها از غم خونفشان رو حفظ میکردن. این سرود حزب توده است. بعد میگه که از حزب بیرون اومدم و با یه فرد مرموزی آشنا شدم که اون فرد یه سری مأموریت‌های عجیب غریب حالا اینجوری که ادعا میکنه بهش واگذار کرد، مثلا ترور شمس پهلوی، ترور هژیر و رزمارا و اینها. و حتی میگه که در داستان کشته شدن محمد مسعود، روزنامه‌نگاری که در دهه 20 خسرو روزبه از اعضای حزب توده میکشدش و میندازن بازم گردن حکومت، یعنی میگن که دربار کشتش و داستان قائله خیلی مفصلی مطرح میشه. میگه سر اون قضیه هم منو دستگیر کردن. اشاره دیگه هم داره به این که در دوره که عضو حزب توده بوده تصنیف‌هایی رو برای حزب توده میگفته، چنان که در حضور پیشوری و دکتر جاوید سلام الله جاوید وزیر کشور و استاندار آذربایجان بوده در زمان این قائله حزب دموکرات. میگه که رضا روستا که خودش از رهبران چپگرای اون دوره بوده بهش جایزه داده بابت تصنیفایی که برای حزب توده میساخت. و من رفتم بگردم که این تصنیف‌ها رو هم پیدا کنم، تعدادی ازشون رو پیدا کردم و اتفاقا یکی از عکسایی که ما از آقای یعنی جوانی دوره جوانی آقای علی شعبانی داریم از روی همین تصنیف هاست. می اومده در واقع تصنیف های عوام پسند اون دوره رو بهش با یک یعنی عوضش میکرده با همون ریتم ولی سیاسی، جنبه سیاسی و اینها بهش میداده. آقای مهدی قاسمی هم من دیدم که در یکی از این مصاحبه‌هایی که کرده اشاره میکنه به این که این علی شعبانی در جوانی تصنیف‌های عامه پسند میگفته و تصنیف‌های ضربی و اینها. ایشون با یعنی علی شعبانی رو با غلام علی شعبانی اشتباه گرفته. این غلام علی شعبانی هم تصنیف سازی بوده در اون دوره، تصنیف‌های عامه پسندی میساخته و اینها که من آثار اون رو هم پیدا کردم، ولی به هر حال می‌خواستم بگم این تفکیک اشتباهی بوده که آقای قاسمی در خاطراتش گفته. در همین نشریه مشهور خواندنی‌ها یک مدتی هم اسمش به عنوان رئیس هیئت تحریریه می اومد و آقای امیرانی در واقع مدیر و صاحب امتیاز
نشریه مشهور خواندنی‌ها که متاسفانه بعد از انقلاب اعدامش میکنن. من واقعا نمیدونم چه گناهی داشتیم بنده خدا، این همه سال این نشریه پربار رو منتشر میکرد. به شدت هم از دست این آقای شعبانی در این دوره شاکی هست و میگه که اینو از طرف مثلا وزارت فرهنگ و اینها به ما تحمیل کردن. من نمیخواستم، اینو تحمیلش کردم به من. به هر حال و توصیفش میکنه که خیلی فرد مرموزی بوده و خیلی ظاهرا با هم دیگه چیزام داشتن، ولی در همین نکته یه چیزی رو بهش اشاره میکنه و رابطه دوستانه بین علی شعبانی است و فرهاد نیکوخا. میگه در فلان شماره خبری اومده در رابطه با مسافرت آقای نیکوخا به قطر که در اون زمان نیکوخا معاون سیاسی وزارت اطلاعات و جهانگردی بوده و میگه به خاطر روابط دوستانش یه موضوع بی اهمیتی رو مثلا آقای شعبانی اومده جزو اخبار گذاشته و اینجا نشون دهنده این هستش که در خاطرات آقای مهدی قاسمی و داریوش همایون که اشاره به دوستی بین فرهاد نیکوخا و علی شعبانی میشه، اینجا ما میتونیم پیدا کنیم ردی از این داستان رو و بگیم پس اینجا یه داستان هم در واقع درست هست. یک بخش دیگه از کار روزنامه نگاری آقای شعبانی این است که در دهه 40 در روزنامه مهر ایران که ارگان حزب مردم بود مطلب می نوشت با عنوان گل بگوییم و گل بشنویم. من چند تاشو خوندم، مطالب طنزی می نوشت. چند تا کتاب هم ازش منتشر شد. یکی کتاب بحران هست که سال 1955 و یک کتاب طراح کودتا، بازم در همین سال، هر دو هم اسدالله علم برش مقدمه نوشته. و این کتاب بحران در رابطه با وقایع بعد از شهریور 20 و کتاب طراح کودتا هم کتابی هستش که درباره کودتای 1299 میخواد بگه که رضا شاه خودش شخصا طراح این بود و در واقع نقش سید ضیا و اینها خیلی محدودتر بوده. کتاب دیگه هم هست از که با عنوان علی شعبانی منتشر شده، کتابی از بعد از انقلاب سال 66 به عنوان 1000 فامیل منتشر شد در رابطه با خاندان‌های حکومتگر ایران. و اون در اول کتابم یه جمله از آیت الله خمینی هست، ناشر شاید گذاشته باشه نمیدونم، ولی خب خیلی عجیبه. من تردید داشتم که این نوشته مال خود آقای شعبانی یا این نویسنده اون مقاله چیز هست، ارتجاع سرخ و استعمار سرخ و سیاه هست یا نیست، تا اینکه دیدم که در یه سری از شماره های خواندنی ها یه بخش هایی از باز به منتشر شده در اون دوره به عنوان طبقه حاکمه در ایران در 500 ساله اخیر که تبلیغاتش هم بود، بعضی از بخشاش هم در اونجا منتشر شد و وقتی که قیاس کردم دیدم این کتاب همونه، حالا تکمیلش کرده یا اینکه اینجا مطمئن شدم که این کتاب هم پس از آقای علی شعبانیه. در زمانی که این مقاله رو می نوشت فعالیت‌های مطبوعاتیش کمتر شده بود، رئیس سندیکای مرغداران بود و بعد از انقلاب هم همچنین. مثلا من دیدم که یه نشریه‌ای به اسم صنعت مرغداری اگر اشتباه نکنم که اسم ایشون به عنوان الان تو حضور ذهن ندارم سردبیر یا چیزی همین تا دهه 60 و اینا اومده بود، مقاله می نوشت اونجا. این داده هایی که ما از ایشون داریم و احتمالاً هم در اواسط دهه 70 ایشون فوت میکنه. تا زمانی که زنده بود همونطور که گفتم آقای داریوش همایون و آقای مهدی قاسمی خب اسمشون رو نیاوردن، ولی به هر حال امروز ما این معماری حل شده دیگه چه کسی نوشت. خب بگذاریم در قسمت آینده ما به ادعاهایی که در این مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه در مورد خاندان آیت الله خمینی مطرح شده بود میپردازیم و سعی میکنیم با استفاده از اسناد و شواهد تاریخی دقیق خاندان آیت الله خمینی، تاریخچه خاندان آیت الله خمینی رو از هند تا خمین بررسی کنید. پس با ما همراه باشید. حتما کانال خرد ایرانی رو در یوتیوب سابسکرایب کنید. باز هم ممنون از اینکه ما رو تماشا کردید. تا قسمت بعد، پاینده ایران.